ببینید استاد من یک چیز دیگر رو میخواهم که در این موضوع صحبت کنیم. شما یکی از بهترین گوینده های لطیفه هستید و برنامه هاتون با بسیار لطیفه میگویید، حجم استفاده میکنید. عموما هم حس حجم در شما از کجا هست؟ اگه حجم ما اولین سالوی کاری من در فیلارمونی دولتی تاجیکستان با استادا همین استای مستا بسیار همین هنرمندای محبوب بودن. استا مستا و همراهشون بعضی گاسترول هم میرفتیم در سفرهای هنری. بعد همین گپاشون رو گوش میکردم، یک شوخی های حضل های صمیمی داشتن یا همین یا مادرزاد بودن در حجم. بعد بسیار حجم‌نگارای دنیا گوش میکنم، بیشتر همین از روسیه برنامه حجمش تماشا میکنم. حجم‌نگارای تاجیکستانی با همین خدا رحمتی علاءالدین عبداللهیف یک دوستی نزدیکم بود. بسیار یک هنرمند عزیز بود، بسیار هنرمند ناتکرار بود. یک وقت همین علاءالدین که در بدخشان من ماشین همین تلویزیون و رادیو گرفتم، تا یک پایان‌تر یک خروب یک مغازه میرم در میزنم میبینم خیلی شکرش اجازه داد ماشینش حی کرده آساس خروب فرمودم شهر و از مهمانخانه بالا بود. برای اول رفتیم که خدا رحمتی علاءالدین رفته ایستاده است. ماشین من کردم گفتم سلام علیکم او اکو علاءالدین به وطنای ما خوش آمدید اکو. اکو افضل شو چه بسیار برنامه که افضل شو. بدون نمیدونم اما من افضل شو میگه تو من افضل شو نیستم، من راننده عادی هستم. میگه من میگم مانند است شما ناز که خوب استید کارون است با بدخشان ما خوش آمدید مرحمت اکو جان نگاهشون برام میام خدمت کنم. نه همین شو بسیار بخدا شو میگم افضل هیچ باور نکنه اساسا دو دیله شد. رحمتی بندم آرام اکا مرحمت چینید من شما میبرم استاد. سوال کردم کم تر آوردم که همینجا من کنید من کردم. ای بخدا شما در حقیقت کار از شما مونم. من رفته میگم که من دوایی که شما در پامیر دیدم میگم نمیگم بخدا شما در حقیقت مونم. رحمت به استاد از شما دم مو سلام. اكو يقول خدمت خانه ما رو مهمون شدی. نه خیلی معلش گفتم. فرمان یک 10 متر رفت که بعد برابر شدم گفتم اکا ما میتونیم گفتم. عزیز سلامت بخدا بوب کلی من گشت و مثلا اما چوف رو برده آغوش کرده سلام کرد. هم خیلی شوخی ها میکردیم یک عجایب حجم‌نگار بودم. و بعد در این نکته بسیار بعد من چیزایی که من میگفتم بیشترشه همین چیزا علاءالدین هم از من پرسیده خیلی وقتا بعضی چیزا بعد چی میکردن و همون حرف میدارن در تلویزیون یک چیزا یک دو تا سه تا چیزایی که من مسئله داده هستم هم هستم جا من خودش حجم چیزی هست که آدم عمرش دراز میکند خنده چیزی که طبیعی آدم بریده میکند. نوبه در حجم‌نگاری شما بسیار چیزا هست در سفرهای هنری میشن هنرمند دیگه نقل میکنن که گاه شما از پول خودشون در خودشون توفه میخرید و با کارهای دیگری هست مثلا سفرهای هنری و خاطره ما میکنن. من خواهش میکنم که چند حق کنید مثلا از سفراتون با استاد جلوبک مرادوف، از سفراتون با رحمان دوست قربانی یا با فیض علی حسن که بسیار جالب هستن. همین استاد خدا رحمتی قربانی رحمانوف که هندوستان رفتیم میرعلی داستیوف وقت جانشین اولی وزیر فرهنگ بودن که از راهبری گروه و رفتیم بعد مهمانخانه به جای 12 خانه دوی مشهد از آن من 13 از آن قربانی رحمانوف خدا رحمت کنه. بعد اکای میرعلی گفتن که اول شما پولتون نگرفتید تا حالت همه پول ما گرفتیم 400 فونت استرلینگ هم پول دادن موبایل گرفتیم گفتن بعد گفتن که با من اینجا گفتن برای خودتو قربانی گفتن با 100 سومی دیگر دادنشون لازم بود من ندادم من دادم همین 100 سوم خودت بگیرو 100 فونت استرلینگ 100 فونت استرلینگ 100 تا اکای قربانی بده من اومدم اکای قربانی برام سلام علیکم استاد خیلی نه پولتون گرفتید ها گرفتم چند پول گرفتید خیلی گرفتم 400 سوم فونت استرلینگ گرفتم تمام 100 سوم من داشتم که برای کودکای خام می‌خریدم پدرکم می‌خریدم من تو فکر کنید تیموز این نیله به خروج هم از تو دار کره اول شو نکن یک گفتم اکا همین شما اکای مو استاد نخوام خیلی همین یعنی من دیگه نمی‌ام پدرک تو برای شاگردو بر نبرو می‌خریدم التماس مجبور کردم خرید دادم پول گیر تبلیغ لیلیم خود دولت تجارت کنه افضل شو جون پدر رحمت خدای مسافری بودم هم پول در کلی تو با آفرین تو جامعه
پدر رحمت خدا کشویش کارات کرد الله اکبر گفت همه همون اتاق خودم در آوردن بعد پایان فرمان اونجا میرد که اونجا راه با مخرج اکای میرالی بعد استاد میرالی میگه که تو 100 سوم دیگه دادیم ارزشو گرفتی میگه چه 100 سوم خب با هم 100 سوم حافظه رو دادیم یعنی پلیچه ما دعوت دادم طرف میرالی کلاش میجان که سگره میگه به پول دوباره گرفته بوده پول خود مداخلم داده دوباره گرفته بعد اونم که پول خودم بوده که اکا گفتم یک لحظه شما شاد شده عینش فکر نمیکنید شما همین خندیدم با استاد فیضلی حسن هم در سفرها در ایران بودیم بسیار شوخی سخت میکردیم یک آدمی هم صنعتکار خوب هم شوخ بسیار شوخی میبردارم هم بسیار یک آدم وقت خوش یک آدم عادی صمیمی آدم حلال همین فیضلی حسن و بین همین هنرمنده با بسیار مردک صمیمی عادی من همین رنجم از شوخی‌های شما مثلا همون آدم یگانه بزرگیش دارم که هیچی نمیرنجم خدا رحمتی عبیدالله رجب در حق همه آدم انیکدوت صحبت‌ها شوخی میکردن دیگران میکنن همیشه همه آدم باور کرد عجایب نه که یه بار من باب کردن این فیضلی حسنوف کاستوم برکه خوشرو پروژه سفید باقی همون باید ایران با برنامه داشتیم و اونجا خرکای دراز پشتوانه کش کردیم و رنگ کرگی بودیم رنگش حالی نه این فیضلی اصلا میرد هم بالا میشه که بروکشو پشتی کاستومش میچسبد همونجا و من آمدم باید که عوض شجان بچه زور دیگر بزرگ مردی خوب گشتیم آمداشت اینجا بیا شینید در نام جانم اینجا بیا من هم آمدم در برش شکم که چسبیدم ده من گفتم من خند که جگر نه که یک کاستوم رو خود میخری یک تا مادر میخری من گفتم میخری خیلی دو خندی گفتی چی میگم از وقتی چی گپی و خیلی خوب خندیدیم یک آدمی زنده دیدم که اصلا با عمرشون رو دراز کنه برای همین دوری صنعتکارها بسیار همین استادو کدی بسیار من شوخی ها میکردم یک وقت جوانتر بودم همین نه یک سال شده ای کار استاد جربی کدی و همین در دانشگاه کشاورزی یک سلاوی بودم اینجا دویمتش تویا میشدم و این کلام بود اینجا طرف خانه استودنتی بودم اینجا تویا میشدم و همینجا یک توی برکمون خدمت با استاد جربی کدیم و آمدیم اون وقتا همین اوقاتای کلاپاچه هم با مزه بود هم چسبه که بسیار بد بودم کلاپاچه آوردن یک طبق استاد جربی اشتگیم من طبق پیشتر نمود کلیانکه همون ستول خیلی کجل بود است من ندیدم مانم که همین طبق همون کلاپاچه در بالای بروک استاد جربی ریخت هم مجبور بیرون شد و من سلفتکه گرفته که گروه تازه بودم سلفتکه چسبی با بالو نمک میزنم من رسوا شد توی بعدی 10 منوت سر میشه 10 دقیقه بعد توی سر میشه استاد همین خیلی تباشون خیلی شد همین نیو کرده هیچی نفتش نیو کرده برو نیو کرده من نکردم تا استاد خیزیتان پشت بگذارید من برای 10 منوت گفتم یک کاستوم که نام میبرم شما پشیده برو من میگه زیر مشه همه صد فویز گفتم برید استاد گفتم بردم پشتی صحنه پشتی همون پای اینجا جوی محکم بود پشت به استاد شیناندم همونجا خانه استاد در 100 متر راه رفتم خانهشون حلیمه همون یک جانشون همونجا اپی حلیمه خدمت بکنم بعد حلیمه جان استاد تنگید همون شفینرشون یک کاستوم برو بود است فهم همون میداده گفتن تیز بردن لازم بعد در اونجا یک کاستوم رو که نام برو آورد دو کاستوم رو که گرفته آوردم گفتم استاد مرحمت استاد هم پشت هم کاستوم رو که پوشیدن این رزمیر خودم بود است که بچه گفتم طرف اومدم استاد این مگزینی گفتم چک روی مگزین است پیش همین بازوی شاه منصور بود اونجا گفتم این اختم به تیز رفت آمدیم گفتم خیلی برای شما خیلی پوشیدن توی گذراندیم بعد توی آورده خانه شما ماندم و رفتم همین سر جوی کارم بودم که همین خیلی طرفم نکرد حالی من شما وقتی بعدم میزنم مشت تمام شد من آستک پیشتر برا آمدم اتفاق نویسنده ها استاد لایق گرفتم و از صدای شرق و آدم پیش فیلمانه و استاد جربه برا آمدم و حتم استاد من استاد لایق خریدم هر دوتون مگزینی پای هست کتم همونجا رویم کتم یک دی کاستوم برو گرید بعد رفتیم کاستوم برو که فرانسوی بودم وقتی یک کاستوم برو که
خیلی کبوتی خوشنوی بزید با یک تا اون کس با یک تا این کس بگرفتیم با طریق استاد گفتن که این گفتن شبانگی و ایش گفتن گناهش از خرید گفتن استاد گفتن چی بعد من نخ کرده بودن که خیلی کرد خیلی وقتا بودم خیلی وقتایی بود که خیلی استادوی ممکن من همین استاد جربی کرد استاد ظفر ناظمی و استاد عبدالله منزلی و استاد خورشید علیداد و استاد آدینه هاشمی و استاد دولتمند خورو جربی نظری و جمشید اسماعیل و مراد بن نصیرالدین و مسانه ارگش و جربی نبی و دوران علیمات من همین استادای من عزتی بسیار بلند کردی همیشه مراجعت میکردم و قدردانی میکردم اورنبک همدان و دیگر ممکن همین از عزت و حرمت کردن آدم عزت یابد کسی از خودش بزرگ از خودش استاد اگر احترام کند البته به احترام میرسد ببینید خود شما هم سالهای زیادی که شاگرد تربیت میکنید و عموما چهره‌های منیر شاگرداتون که ها و اونایی که شما از هنرشان راضی سال خدمت میکنند بین مردم بند شاگردای بهترین هم بهرالله عبدالله هنرمند شایسته ترکستان قابل جان ظریف هنرمند شایسته ترکستان آرزوگل خوجم و زاکر جان عابدوف از شهر اسفره علیار امید جان از استرافشان از کوراب حسن دین از قرآن تپه از خود شهر دوشنبه از حصار شادمان از شهر نو سنگ مراد تو شاگرد نزارم بسیار حافظی ناز ترسون زاده بعد خیلی بچه های ناز هستن شاگردان که شهزاد دوران ارکین اودینایوف و دیگر حافظا هستن که من جانبیک مرادوش یکی از شاگردای بهترین یکی چند وقتا پیش یک سالهای من کم کم زمزمه میکردم ما شاگرد پدرشون که شاگردی موموگیان خودشون های سهرابی محمود عالمی محمود دادرش که پنجم سیب میخوانن که پدرش که خونی من آوردگی بودن البته خیلی ذکر الله سنگلی میرزایوف اینا هم دادرام و هم شاگردام من خدا با شکر حاضر بسیار هنرمندای محبوب و مشهور هستن که خوشبختانه خودشون شاگردای من بگویم اگه اونقدر استادی هم نکرده باشیم که میندار هستیم که ما استاد میگویم البته همین هر یک هنرمندی که خودش به باوری دارد باید که از خودش یک دوست سه تا شاگرد خوب تربیت کرده با باور رسوند چون این شاگرد آینده بعد از مکتب میگذرن شاگرد مکتب گذشته از شاگرد دیگر فرق دارد شاگرد مکتب گذشته یعنی از استاد تعلیم میگیره بعد میفهمد که استاد به چه مرتبه ها به استادی رسیده چه خدمتو کرده است یعنی اول کتاب خونده است ولی همه شاعرای خونده است از روزی تا امروز تا استاد دقیقاً تا مثلا من نظام قاسمی و وزرخش و فرزانه و نظر غایب و همین پول نظر و کمال نصرالله استادا همین نه من رویهاشون و شعرهاشون جابجا کرده میتونم و حالی حافظ و سعدی و بیدیل و صاحب و سنایی و کمال خوجندی سر کرده دیگراش مسئله دیگه هم هستید شما از اکثریت بله از همه کلاسیکو من سرود دارم و آهنگای ایجاد کردگی دارم خدا را شکر عموما چند سرود ایجاد کردگی هستید شما؟ قریب 350 تا 360 آهنگای خودم هست و چون که گفتم 60 تا سرودم من نوتا گرفتم و یک کتابش چاپ بشه من از اینکه نصیب باشد با کتاب سرودباران هم در 50 سالگیم چاپ شده بود با اصلا نواز دویم قسمت چاپ بشه برای همین آهنگای زیاد ایجاد کردم آهنگای بسیار من شاگردان میخونم من غالب جان یوسفوف در خوجان شاگردم هستم خیلی هنرمند خوب بعد دمیربیگ عالم و شاگردم بود خدا رحمتی بسیار هنرمند خوب بود دیگر بابا جان امان و دویت بسیار زیبا هم بود نیامده بسیار عجیب بود تا جان جورایف در شهر مسکو اینجا کار فعالیت میکند و هنرمند خوب است بعد جمشید و خورشید ششم خونه مشهور هستن اینا بسیار هنرمندای نوتکرار علیشیر قمرزاده گلپری عارف و خیلی اینا بسیار هنرمندای خوب هستن هم استاد عبدالمجید بیردیوف خیلی زیاد همکاری کردیم هم دوست هستیم هم استاد و شاگرد هستیم رحمت علیم بابایوف بسیار هنرمند مشهور و محبوب چشم خوب و هنرمند خوب بودن
با اینا همکاری داشتم. من در صنعت با همه هنرمندا من مناسبت خوب دارم. اپای سرایا دختراشون تقابط ما احترام میکنم، چون اپای سرایا ما خدا در خواندگی هستن. بابا جان عزیز رو کردیم، بسیار دوستای نزدیک بودیم، بسیار دولتمند کردیم، ما بسیار مناسبت برادری سخت داریم. جمشید اسماعیلوف جالبی نظری خداوند رحمانوف کردیم، دائما صحبت میکردیم، صحبت‌های خیلی صمیمی میکردیم. استاد جالبی نظری هم یک هنرمند بسیار متکا و دانشمند بسیار بزرگم بودن. خیلی استاد مراد بیگ نصیرالدینوف. بعد اینجا خورسندمرا ظریف و دیگر هنرمندان، قربان علی عبدالله و رحمتی بسیار هنرمند خوب بود. صدف سوز عثمان علی رحمتوف هنرمند خوب داریم. این جوان‌ها وزیر حافظه که برآمدن بسیار هنرمندای خوب داریم، جوان‌های بسیار هم زیرک، آهنگای نسل که برآمد کرده دارن. در آینده مکتب صنعتی تاجیکستان یک مکتب بزرگ هنری آسیای مرکزی بیایم اگر خطا نکنم. ببینید مکتب تاجیکستان شما گفتید، دیدین یک مکتب موسیقی تاجیکی دیگر هست که سالهای آخر بیرون از تاجیکستان رشد کرده است. بیرون از تاجیکستان این یهودی‌های بخارا و تاجیک‌هایی که بیرون از تاجیکستان هستند و از بین هنرمندا فقط شما استاد جلوی مرادوف روادارتان با آنها. حاضر وضع همین صنعت چگونه است در اسرائیل، در آمریکا؟ هنرمندای محبوب یهودی‌های بخارا در تاجیکستان، هنرمندای محبوب که اینجا به کمال رسیده بودند، از استاد میرا امینوف سر کرده. خیر برای کیمیاگرش کینه‌های بسیار مشهور بنابراین گفتن تاریخ و ما این چیزا. البته برنامه ساخت و یک بلبل مشهور شش مقام دنیا، شایسته مراجان و بریس نمتیوف، ابرام تالماسوف، روشل روبینوف، البرت نورکالایف، رومان نورکالایف، محبت شمایو و صنعتکارای یهودی تبار بخارایی در همون الیاس مالک در همه خارجه علا علایفا پسراشون کردی، دختراشون نبیراشون کردی، یعقوب علایف اینا در همونجا تئاتر تاجیکی ساختن. 3 تا تئاتر تاجیکی در اسرائیل هست. رادیوی تاجیکی کردن در امریکا، رادیوی تاجیکی آوازی کردی، آوازی بخارا کردی، یک نشریه دارن با بخاری تایمز، یک گازیته دارن. اونجا دست همه زبان تاجیکی دیگر میزنه. در ازرا ملکوف در شهر نیویورک یک مکتب 6 مقام تشکیل کرده هستند. جوان‌ها هم 6 مقام تازه میخونن که باور کنید همین نزدیکی بودم، 1-2 ماه پیش در آمریکا بودم، همون مکتب همون یک رفته کنتر گوش کردم، یک بچه خواند به خدا گیره کردم، همین خیلی 6 مقام به جگر برسانده خواند که این مکتبی زبانی ما در نیویورک خدر صدا میتید، خدر رحمت گفتم مردمی یهودیای بخارا که شما صنعتی تاجیک‌های از زبان ما در اینجا تبدیل میکنید و مناسبت‌های نزدیک داریم با همه‌شون. ملک خلندر و اونجا ستاسی خلندر و یک شاگردی از آموزش گروندگی، پسری همون میخائیل کلانتروف یک برادر ما هستن، پدرش هم صنعتکار. اون صنعت خودش یک مکتب بزرگی هست که همه مردم امروز به همین مکتب نیاز دارن، یعنی صنعتی اصیل. صنعتی اصیل رشد کنه، پیش رود، اما یک خدمتگارش هستیم. استاد من یک سوال دیگر میکنم شما، چون که من فکر میکنم که اولین یکی از برنامه‌های مهم شما هست که مادرتان نیستند و شما، چون که هر برنامه شما اومده میشتن در کنسرت‌های شما، اما نبودن مادرتان چگونه احساس میکنید در حیاتتان؟ باور کنید بسیار درد سخت مادر گم کردن، بسیار درد لازمی. همین خبر نمیرسن همین مادر من به من پگاه مادر سال میتین نصیب باشد، سری سالشون پگاه. من از خوجام برآمدم ماشین کردیم بعدی معرکه، بعدی کنسرت ساعت 10 شب 11 شب تقریبا دوشنبه آمدوستم ساعت 1 تلفن کجا برسید بچه برای کم کجا برسید اوچه خورای دم گرید این بچه من می آمدم تگی تونلی انزاب من تگی تونل با چشم قبوتی نشد من اونسا پرزا بمیرستم کجا رسیدید بچه تا پیش خونه رسیدم اوچه جان با خاطرشون جمع میشود با خواهم رفتم کسی
و نمیرسد، مادر نمیرسد، مهر نمیرسد. مهری بسیار بزرگی که از مادر میگرفتم، الهام میگرفتم از سخنهای شیرینشون، از صحبتکاشون. مادرم بسیار زنک دانشمند بودن. کتابخانه بسیار بزرگ حاضر در خانه ما هست در دهه قیصر جماعتی بابای لایق. همونجا همون کتابشون هست. به زبانهای ازبکی مادرم میخوامن، روسی، تاجیکی. مادرم اهل علم بودن. مادر بسیار گنج بی‌بها، مادر بسیار قیمت بهاترین، عزیزترین آدمی که به آدم نزدیک و به آدم پیوند و به دل و جان چسبیدگی مادر است. مادر گم کردن بسیار مشکل. من از یک چند تا سرودای نو بخشیده به مادرم تیار کردم که یک دوتاش در این برنامه کنسرت خواهد میخوام. اون بین یک سرود بسیار عجیبتون همون تو دیگر به پیش روزم در نایبروی یک زمان اگر خاص می‌وال استاد لایق باشه اگر امروز من فکر می‌کنم که خودش با من فکر می‌کنم اگر همون سرود سر دیگر بسیار ناز میشن هم برای مادرتون و هم برای همه مردم. دیگر به پیشوازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بر من نمی سرایی. پسری عزیزم آمد، پسری غزل نویسم. پسری عزیزم آمد، پسری عزیزم آمد. تو دیگر نمیتوانی که میانی پیرزن ها زی من افتخار سازی به هزار و یک تمنا. زی کناری خاک بودی به کناری خاک رفتی. زی دهی مزار بودی به مزاری پاک رفتی. زی توافی کلبهی تو دل من زی هم بریزد. به همه جهان ستیزد پسری غزل نویسد. مادری دلاوری من که کجای مادری جان پسی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بر من نمی سرایی. پسری عزیزم آمد، پسری غزل نویسم آمد. مادرها جنت باشه، زنده هاشون به خدا مفتیان. سلام باشه استاد. استاد من میخوام که درباره اویلاتون، درباره فرزنداتون، نبیرهاتون که از گفتید که از امریکا رسیدن اومدن کمی حرف زنید برای تماشاگران. فرزنداتون فعلا چیکار هستن؟ پسرم شروان جان در امریکا زندگی میکنه، جاویدان جان در امریکا زندگی میکنه. رخشان جان با دامادم با نبیرچم محمد عیسی در عیسی جان که در امریکا. شروان جان دین سهر با کلین آیله شد با دخترش ریحان جان با نبیریم سلیمان جان آمدن از امریکا و با دیگراشان هم میبینم یک پک فردا تابرز دوی من. اینا همین مکتب میانه لیسه پرزیدنت تمام کردن. یونیورسیته دولتی تاجیکستان سیایم کورس میخوندن، فاکولته اقتصادی بعد از سیایم کورسشون پیروا گرفته امریکا رفتن. اینجا دوام دادن خواندنشون. خواندن تمام کردن بعداً به سطح اولیکتی به همونجا ماندن، کار رو فعالیت کردن و همیشه تیار هستن. داده بگید که شما بگید که مرحمت بیا ما میبین
همه کارو برای میپرتیم میبینیم تاجیکستان میبینیم در تاجیکستان خدمت بکنیم خیلی آماده هستن. نبیرهاتون از چند نفر نبیرهاتون؟ خدا با شکر نبیره ها قریب 7 نفر. خدا عمرشون دراز کنن همشون همین به راه خداشون هر کدامش به این خودش کردی سوایان استیلی رو میرسون کنم منش میگوید گپ خودش میگوید منش میگوید گپ خودش میگوید چخچر میکنیم. من همین دور شد آمدگی هستم همیشه راه سوایمان کردیم تا 2 شب هر دو چخچر کردیم صحبت کردیم بچه خواب رفت وقتای امریکا ساعت تا فرم کرد از اون ساعتی 2 شب بعد خوابانده باشن و خدا با شکر که همین فرزنده ها هستن. اون شعری که از خوندم فرزند اگر چون جان بود نبیره جان و دل است در حقیقت نبیره که بسیار میوه شیرین است همین خیلی لذتش دیگر که هر کدامش خودش به خصوص شیرینی دارد. ولی هر کجایی که مسافرها هستن هر کجایی که از وطن بیرون هستن و با یاد تاجیکستان هستن الهی سلامت باشن سربلند باشن صحت سلامت بیاین با در وطن با کار و فعالیت زندگی کنن خدا اگر خواهد. برای افتخار میکنم که من خیلی یک فرزندای خوب تربیت کردم که همشون با آداب مثلا سلطان جان در این دوشنبه یونیورسیته اعلا تمام کردم کار و فعالیت کرده استادم خدا بشکر. برنا جان دخترم کالج اکادمی رسامی آمریکا تمام کرد. اینستیتوت دیزاین تاجیکستان و اینستیتوت میسیسک تمام کننده است. رسامی خیلی خوب است دخترچه کم سردن میخونن. شهرام جان اینستیتوت کلتور خزانه تمام کرد. اینستیتوت صنعت خزانه اکتور رژیسور تمام کرد آمد و تئاتر مایکوفسکی و کمتر کار کرد از یک کار دیگه با بگذشت. باید یک هنرمند خوب است بسیار و درس شعرهای میخواند زبان روسی که بی اکسنت گپ میزند. عموما همه فرزندا با خودشون خاص در کارهای مختلف کار میکنن لیکن همشون به خودم مانندیشون یک چیز که همین وطن و ملت خیلی قدر میکنن دوست میدارن. باید اساس هر یک شهروند تاجیکستان در مد اول تاجیکستان دوست دارد. اگر تاجیکستان دوست دارد باید خوشبخت است. میرزا یک سوال نمیتوانم که نکم شما به سوال آخر اون اطراف نوع شما حرف بسیار میشه. این برکناریاتون از فیلارمونی و بعد این آخران حذف شده نامتون از روی خط کنسرت در پنجکین تو و گپ‌های دیگر پیدا میشه در اطراف نوع شما. این چیزها بر روحیه شما چگونه تاثیر میگذارد؟ راستی گپ فیلارمون با 7 سال دیرکتور بودم. خیلی اونجا آباد شد با دستگیری خودی پیشور معظم ملت و در دوره راهبری من فیلارمون با خیلی بسیار تغییرات شد. 1000 تا کریستی نو زل چسبوندیم 4000 کوادرات بروچتکم بیرون زدیم بامای نو کردیم درونای نو کردیم گرمیدهی شهر رو پیوست کردیم باغ‌های زیبا کردیم شب و روز چراغان بود فیلارمونی فانتانا بیرون با کار میکرد مردم گردی همه آمده میشتن. هر راهبر که شدید میکنیم آباد کرده بودیم کمک البته با دستگیری پیشور معظم ملت شخصا خود جناب یارو دستگیری کردن فیلارمون یک تعمیر زور کردیم و دستگیری وزارت کار داخلی تاجیکستان هم کمک‌های زیاد کردن و از اونجا من بسیار با سری بلند رفتم. یعنی ما روزی 7 سال کار کردیم دیگه چی آدم باید هم کار نکند خیلی با دیگرها کار کنن. رفتیم بعد این پاندمی سر شد با 1 سال در خانه شدم بیکار بودم با دعوت کردن چند جای پیشنهاد کردن خودم براز شدم همون انسمبل دولتی سامان مخال شد همونجا انتخاب کردم و همونجا با راهبر موندنم از قریب 2 سال میشد که من 1.5 سال میشد که من در این انسمبل دولتی سامان راهبر هستم کار میکنم. بسیار انسمبل کوچکم باشد که کارگرای خوب هنرمندای خوب داریم کار کرده استادیم و این پنجکین باشد این صنعت هم خیلی چیز ما خواندیم بود دیگرها خوانن خیلی از همین چیز در اینترنت و حالا شده و همه چیز ساختن و شد آدم‌ها لیکن من راستی که بگم خیلی پرواهی نداشتم و زیخم بودم چون که من هنرمندی که خلق تاجیکستان من اعتراف کرد احترام دارد میشناسد اگه یک کنسرت رو برآمد نکرده این معنی هیچی ندارد. من با 100 کنسرت دیگه از با پیش برم برای نصیب باشد. اساسش من با خلق هستم برای خلق می‌سرایم و تاجیکستان رو دوست می‌دارم و خیلی بعضی چیز مایده چایده وقت اهمیت نمی‌تونم باشه. من
یک سودی نو ایجاد کنم 100 بار از این سو بالا میستد. برای که یک سودی نو ایجاد کردن هنرمند در تاریخ میموند. و من همین یک سوده همه دیگه رو خوندم، منم میخوانم سود، من دیگه میخوانم. زاده خاروغی خطلام تاجیکم، منزی کولابی بدخشان تاجیکم، از سیساری سودم و از رشتی عشق، منزی دروازی زرفشان تاجیکم. ای زاده خاروغی خطلام تاجیکم، منزی کولابی بدخشان تاجیکم. من تاجیکم و از ملت خودم افتخار دارم. دیگر ملت ها که من دوست هستم، از شما گفتید یهودی بخارا، مثلا ازبکا جلوی زور دارم، رفقای نزدیک دارم، بسیار بچه های تیلایی هستن، همین خدر احترام میکنم. مثلا بچه های قذاب بسیار رفقای نزد دارم، میرم قزاقستان هم میدان هوایی پیشواز میگیرم، یک هفته 10 روز اونجا هم خیلی نگردانم، تماشا میتونم، عزت و حرمت میکنن که تا بس کنن. در مسکو روسا بچه های رفقای نزدیک دارم، در امریکا رفقای نزد دارم، به نزدیکی در مکزیک بودم، در اونجا هم رفیق پیدا کردم. در آستریا برادرای نزد دارم، در ایران، در پاکستان، در هندوستان. من در همه دنیا من یک خدا به یک رفیق دارم که همیشه که روم در همون دولت، در همون سرزمین من پیشواز میگیرم، به قدرم میرسد و البته اونها هم بیان تاجیکستان. من هیچ وقت از مهمانداری، از قبول، از احترام خودم رو در کنار نمیگیرم، همیشه اونها پیشواز میگیرم. سلام باشید. برای یک صحبت بسیار نزد ما آرزو داریم که شما سالهای سال با مردم تاجیک باشید، صدای شما تنینداز باشد در فضای تاجیکستان. و چند سال پیش شما یک سرود سرودید جوانی نمی رود، در ادامه جوانی رفت. فکر میکنم که همین سرود اگر فراورد سرود ما باشد اگر بسیار رمزی میشد، چون که 60 آغاز جوانی نو شما هست. مبارک شود یک بار دیگر. تشکر جان من، تشکر. من روز شگم همین کنسرت نوی که روزی کرده سودم، من بسیار سرودوی نو تیار کردم. اگر شما خیلی من یک سرود اول از همون کنسرت خونم بعد بگویم. باشد. باران بشو، باران بشو از سینه غمهای مرا، باران ببر، باران ببر درد و علمهای مرا. ای خطره پاکی فلک این صبح همراه بشو، ای پاک چون اشکی ملک ریز و گناهم را بشو. باران بشو، باران بشو از سینه غمهای مرا، باران ببر، باران ببر درد و علمهای مرا، درد و علمهای مرا. یکی این سرودک سرودی نو. بعد اونجا دنیا بنابرت است، از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است، از من خبر بگیر. بعد اون سوره که برای مادر شما گفتید، هم به تو اندر زندگی برگ خزانم مادرم، به تو من تنهای تنها در جهانم مادرم. این سوره نو است برای شنونده ها در همین برنامه کنسرتی میخوانم. و یک چند سوره دیگر هم که در خواندگی بودم در کنسرت های گذشته، همین یک سوره دیگر زمین سخت است یا این زندگانی، هوا سرد است یا فصل جوانی، جهان تنگ است یا پیراهنی من، نمی گنجم در این دنیای فانی. بیمان در محفلی اشاق خوانم، دو سه بیت بلحنی ظرفشانی، سرایم داستانی از جوانی، گریزم از خزان تا به خزانی، گریزم از خزان تا به خزانی. تا یک ترانه هست جوانی نمی رود، یک عاشقانه هست جوانی نمی رود، بهری نیاز بردن و همراز یافتن، تا یک بهانه هست جوانی نمی رود.
جوانی نمیرود تا یک بهانه هست جوانی نمیرود یعنی جوانی نمیرود ما یک جوان باید باشیم وطن دوستان باشیم دلگرم باشیم در زندگی زنهای مادرای احترام کنیم تاجیکستان همه جاشا دوست داریم و دنیا دوست داریم چون که